سلام، خسته نباشید. سلام به روی ماه، سلامت باشید. آقا یه سوال داروسازی داریم میزن. در خدمتم. ساعت 10 شب پیش میاد بالاخره. آره، پیروز قربانی مصاحبه‌ای کرده بود امروز. بله. توش از کلمه پودر ORS استفاده کرده. دقیقاً تیکه الان جلو میاد. آره، اون تیکش میشه امروز 8 مهر ماه 403 با خبرگزاری فخیمه فارس صحبت کردم و در شهرهایی کار کردم که برخی دوستان به آنجا بروند باید پودر ORS با خودشان ببرن. اول که دوستان که فکر کنم نظرشون کسایی که پارسال یه انتقادی کرده بود، اونا گفته بودن که شما که تو نفت گچساران بودین نمیتونید راجع به استقلال انتقاد کنید. نمیتونید که اولا که تونست. آره تونستن که من که حالا پیروز قربانی کاپیتان استقلال بوده، گل مهم زده، میتونم بگم یکی از موندگارترین گل‌های استقلال تو دربی رو زده، خصوصا استقلال که کامبک کمتر داشته تو دربی به مثال پرسپولیس. پیروز قربانی، وحید طالبلو، آرش برهانی، اینها جزو کسایی بودن که یه سالهای زیادی توی استقلال بازی کردن. پیروز قربانی انتقاد نکنه واقعا کی باید بکنه؟ کی باید بکنه؟ من بکنم. منم میتونم بکنم. هر کسی نظرمو که میتونم بگم. حالا شاید اشتباه باشه حرفم، ولی اینجوری نیست که نه تو حرف نزن. چون تو نفت گچساران بودی نمیتونه. در حالی که واقعا همین که حفظ شد نفت و گاز گچساران توی اون لیگ کار بزرگی. به نظرم کار بزرگی هم نباشه، حداقل کارنامه قابل قبولی داشته. بعد برسیم به ORS. گفتم کارنامه یه لحظه میشه کارنامه با پیروزان داشته. آره. ببین توی دوره بازی که اصلا صحبتی نداریم، مشخصه این کار 45 سالشونه، تازه اوایل مربیگری و مربیگری رو از 2015 شروع کردن. قشنگ پله پله از اون مربیه پله پله دقیقاً از دستیاری در راهن ولی قدم بزرگی داشتن. 2016 تا 2018 بایر مونیخ. ویکی‌پدیا بعضی وقتا اشتباهه این چنینی داره. 2 سال تو بایر. خب دستشون خورد. بعد شاید 2019 تا 2020 سردار بوکان، تا 21 اومدن دوباره دستیار بودن توی سایپا، 21 و 22 رایکا بودن، بعد رفتن شهرداری آستارا، نفت و گاز گچساران که صحبتش شد و تو این مصاحبه گفتن آقا جز گچساران نگفتن حتی جز گچساران، گفتن گچساران یکم اوضاع بهتر بود، بقیه جاها هم شرایط سخت بوده. قبول میکنم این حرفو، ولی یه جورایی یه توهینی هست به کسایی که اونجا دارن زندگی میکنن. توهین نمیتونم بگم، ولی من اگر اهل گچساران، اهل بوکان، اهل بابل باشم از این حرف ناراحت میشم که برخی دوستان اگر بخوام به شهری که من در آن کار کردم بروند دچار مشکلات گوارشی میشن و باید با خودشون پودر ORS ببرن. اولا پودر ORS چیه؟ ORS مخففه اورال ریهایدریشن سالت. همین رو بخوام تحت لفظی فارسی ترجمه کنم میشه نمک آبرسانی دوباره خوراکی. کی استفاده باید بشه؟ خودت یادت نیست احتمالاً بچه بودی خوردی که NNB اسهال استفراغ که بچه بزرگسال میتونه استفاده کنه، ولی وقتی آب زیادی از بدن خارج میشه این پودر حل میشه تو آب. رو خونه هم حتی میتونی درست کنی. الان قرص جوشانش اومده، محلول خوراکیش اومده که خوشمزه تر هم هست. حتی تو میتونی تو آب میوه‌ام بریزی جای آب. همه اینا اوکی. خیلی چیز ملویه، از هر داروخونه‌ای میتونی به نسخه بگیری، همه جا هم دارن معمولا. ولی ماجرا اینه که آب الکترولیتی که از دست رفته جبران بشه. بعضی وقتا حتی بعضی شرکت‌ها زینک هم بهش اضافه کردن، چون هم سیستم ایمنی تقویت میکنه، هم کمک میکنه به جلوگیری از اسهال. ولی این حرفی که آفیروز زده فکر کنم 180 درجه برعکسه، چون یه اصطلاحی داریم ما اصلا که آقا میری سفر ممکنه آب به آب شی، دفع نداشته باشی حتی یه روز اول، و اگه منظورشون همین بوده دارن 180 درجه برعکس تجویز میکنن. یه دارو دیگر باید تجویز میکنن. اصلا نه تنها یک داروی دیگه که بدتر هم میکنه گفتم زینک کمک میکنه که اسهال کم بشه. پس بخوایم نتیجه بگیریم، اولا انتخاب کلمه بهتری میتونه داشته باشه با پیروز و اول که اینم بگم به غیر از گچساران که مشکلاتی کمتری داشت، بقیه شهرها مشکلات عدیده داشتن. قبول میکنم تو همین لیگ برتر خیلی از تیم‌ها مشکل پایه‌ای دارن،
اصلا اینکه میگم لیگ برتر فوتبال جفا در حق لیگ و جفا در حق این کلمات لیگ و برتر و فوتبال و همه اینا هست، کاری ندارم و منطقیه که دستای پایین‌تر اوضاع هم بدتر باشه از نظر امکاناتی. میاد به شخصیتش هم که در برخی تیم‌ها حتی پول غذای بازیکن رو هم خودم میدادم، پولی هم نگرفتم و در دو تیم که اصلا دریافتی نداشتم، ولی لااقل حرفی نبود که آقا پیروز بزنه. من انتظار نداشتم از کسی که هفته هم قد انگلیس بودم فریاد زدم دقیقه 94 که بردیم دربی رو، در حالی که پذیرفته بودیم مساوی شده، بازی که 2 دور چرخیده. بالاخره آقا پیروزی که خودش نقد میکنه نقد پذیرم هست و مطمئنا این اشتباهاتش رو متوجه خواهد شد. دست در نکنه. خیلی ممنون. سوالت برطرف شد. آره الان سوالم کاملا برطرف شد و برعکس حرف آقا پیروز خانم عمل کنم. ببین اگه آکادمی فوتبال رفتی باید به حرف آقا پیروز گوش کنی دیگه. ولی یکم مشکلات گوارشی شاید پیش بیاد. مرسی. قربانت.